قلب ما نمیخواه که کسی خودم محض نام مسلمان بمانه و راودار باشیم که طرفی کجا بره؟ جهنم. ما میگیم که خودم مسلمان نام مانده بعد جای جنت باشه. اما خودی شما امین نعمتهای بزرگ الله را قطع لغت زده را ایسته و مردم هم متهم به انواع اتهامات میکنه. نه تنها که قبول نکرده بلکه امو داعیین حقم توهین کرده، تحقیر کرده، سبک دانسته، کدام ظلم نبود که در مقابلش کرده، روز قیامت جواب میده. کسانی که در مقابل انبیاء علیهم السلام خیستن، الله باید بفهمه که کلی از ما را یک دم هلاک کرد. شما امروز بدانه که در مقابل دعوت حق استادگی تقاضا زیر داره که الله شما را عذاب بیخکن کنه، یکیتون باقی نمانه. اما باز برکت دعای کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم.